از خردی به پسرتان بیاموزید که خواهرت دوستی تو است. پسری عزیز، خواهرت دوستی تو است، اما نه تا وقتی به شوهر برآمدنش، بلکه تا آخری عمرش. با او مهربان باش در حالت و غم و خرسندیش. با او باش، خطاهایش را اصلاح کرده او را به راه راست راهنمایی میکنی. اگر به شوهر برآمد، حتما به زیارتش میروی و از حال و احوالش با خبر میشوی، چون او بعد از شوهر کردن به دستگیری و مهربانی برادرش بسیارتر احتیاج دارد. او با تو در نزد شوهرش و خانواده شوهرش افتخار میکند و هرگز اجازت نمیدهد که به سوی تو زبان درازی کند. متاسفانه بسیاری پسرها بعد از این که خواهرشان به شوهر میبرایند، مانند یک چیز فروخته فکر میکنند که تمام از مسئولیت ما برآمد. نه پسری عزیز، مسئولیت تو نوسع شد.